چیز اومدیم با میم های ایدز ابدی، عشق ابدی دیگه، عشق ابدی. برنامه‌ای که این خیلی ترند شده. چنل همین الان سابسکرایب کنید، بزن برید. بگو دیگه. شاهین. شاهین. یه بار دیگه تکرار. قهرمان شاهین. شاهین. Bagel delivery. عاشق. What? I didn't order it. شاهین. شاهین گفتن خیلی تو مخه. شاهین، آقا شاهین. چیه این شاهین؟ شاهین. وای بازم شاهین. شاهین چرا ول نمی‌کنن؟ بکش پایین شاهین رو قشنگ بود. دختری هم که باید به من توجه شه. این یارو دختری نیستم که یه مرد بیاد به من بی توجه میکنه. وقتی میگم گشنمه لطفا برام غذا بیار یادش بره. خواهش کنم یادش بره. هم که هیچی نمیگه کلا. یا اول گیگا گاده این یارو گاده. وای بازم شاهین. شاهین. بازم شاهین. شاهین. قهرمان. وای. به خب بریم سراغ محبوب ترین شخصیت آقا علی. 12 سال اینجایی. فهمیدیم استودیو داری، فهمیدیم رپری، فهمیدیم موسیقی میخونی، صدات خیلی قشنگه. داری واسمون میخونی، فهمیدیم. لازم بله دوباره بگی. چون داریم صداتو میبینیم، هنرتو میبینیم. لازم نیست فلکس کنی، چون گفتن جز این که همه رو ازت دور کنه چیزی به همراه نداره. همه رو دور نمیکنه. چرا چند تا بچه‌ها اومدن به من چی گفتن؟ بگو. چی گفته؟ واقعا هممون میگیم دیگه نگو چون خسته شدیم. انقدر گفته که من اصلاً اینم اونم اینم، فقط گندگوزی. صدای خودشون هم در اومده. وقتی 7 سالته داری گرگم به هوا بازی میکنی. نمیام پایین. از میز بیا نمیام پایین. تو کی هستی که به من بگی از از میز بیا بیا پایین. پایین؟ نمیام پایین. میخوای چیکار کنی؟ نمیام پایین. باش. تمام شد و رفت. نقطه. آره. از روز میز بیا پایین. میز پدرته؟ درست. میز پدرته؟ اگه میز پدرته بگو بیام پایین. ویلا رو خریدی فکر کردی صابخونه ای؟ ویلا رو ارومی بیا یه پایین. جوری هم صحبت کنه انگار مثلا ما که داریم میگی درست میگی دیگه. برو خونتون بابا. چشم. برو خونتون. نه به خدا اگه من از روی میز بیام پایین برم بیرون الان خودمو باختم. جام خوبه آره. مگه وایسا، مگه کسی که ویلا رو میخره صابخونه نیست؟ میتونه نباشه. چرا میگه ویلا رو خریدی فکر کردی صابخونه ای؟ ویلا رو خریدی فکر کردی صابخونه ای؟ بازم علی. علی از اینکه چند ساله به من هدیه دادی، از اینکه خانواده‌ای به من هدیه دادی تا بتونم حواسم داشتین باشه. خدای مرسی، منو خالق مشلوقات خالق مشلوق، یه اشرف مخلوقات. خالق مشلوق کی؟ خالق مشلوقات. جمله بندیاش انگار کیبورد گوشی داره پیشنهاد میده. خانواده‌ای به من دادی که بتونم حواسم بهشون باشه. و اینکه من از این گریه‌مو هیچکی ندیده. حتی مامانم هم حالا بعداً این ویدیو رو میخواد ببینه، هیچ وقت گریه من ندیده. خیلی جفتگیری کلاغ رو میشه. پناه بر خدا، از کجا فهمیدی کرجی‌ام؟ سلام، من ماهرخ مهری هستم. عاشقه؟ 7 سالمه و از کرج مداتون اومدم. باشه. الله اکبر. چه موزیک مرتبطی گذاشتن. کی زد این دانلود شه؟ واکنش رفیقم وقتی بهش میگم استراتژی رو توضیح بده. بزرگتر تا اومدم یه همه خوشتی بیه جا نیده بودم. یه همه خوشتی بیه جا نیده بودم. چرا اینجوری صحبت میکنه؟ اینو خوشی بده. یه بار دیگه ببینه خدا، یه بار دیگه ببینه. بزرگتر تا اومدم یه همه خوشتی بیه جا نیده بودم. اصلا اولین بار فارسی نمیفهمم. خوشتی بیه جا نیده بودم. اولین بار احساس کنم زبان فارسی هم نیاز به زیرنویس داره. خوشتی بیه جا نیده عزیزم بارو اومد تو بهش از انباری در
اون امبولی داره. خوبین؟ ممنون قربونت تمام برم پشمانم خوشبخت پشمانم. ما رو بردون آقا تو انباری بسته دیگه چه صافت آخالی گو مارو گم شکسپیه واسه یه میگه چه صحبت کردن آخه علی کور دادم 10 تا حرفه دارم. مدین گفتم که به جسته میرم خونم. به جز ضعیف. آخ من دوست دارم رفیق صمیمی میتونم باش باشم اما بهش خودش هم گفتم تایپ هم نیست. آها من لولم خیلی بالا. میخواید بپرسی زنگ بزنم به مادرم. احترام من شما یه دقیقه که من بلیط هتلاش همش فریه برام گستم. من چون کشتی به قرآن نصف این کلماتو نمیفهمم. یعنی چی؟ صورتم به کشتی خورده. خانومامونو عاشقانه میتونیم دوست داشته. چه ربطی داشت؟ دیگه اومد یه چی بگه دیگه روش نشد چیزی دیگه میگه بگه. من خیلی لولم بالاست. زنگ میزنید از مامانم بپرسید. وای شاهین بس دیگه. وایسا دوباره پلیش کن کجا میری؟ رفتم شاهین دکتر یهو وسط بحث یه مثال میاره پشمات میریزه. بچه ولی من بعد فینال واقعا خیلی احساسم فرق کرد اصلا به داستان. بعد چی؟ دوستان و همه. بعد چی؟ بعد از فینال خیلی حسم عوض شد نمیدونم چرا. خیلی اتفاقا خیلی واقعی تر خواستم باشم چون میخواستم هست و اصلا برام مارادونا هم همینو میگفت سال 1993 آخرین جام جهانی فینال اونم میگفت بعد از این به نظر عوض شد دیگه فوتبال بازی آره دیگه دقیقاً من اصلا نمیخوام بازی کنم چون واقعیت ولی مارادونا رو خیلی گنده کردم. چرا؟ آخه اون موقع فوتبال کم انقدر قوی نبوده. پسر فوتبال تو چقدر میکوبه از عشق یهو رفت تو مارادونا سال 1993. مارادونا مهمه. وقتی میبینی امتحانی که میافتادی و قبول شدی. ازت ممنونم. واو همون لحظه هم اذان میاد. اصلا چقدر ریله چقدر ریله. شما کجایید که هم اذان میگن هم دارید همچین چرتی رو ضبط میکنید؟ یا خدا شاهین من نمیخوام ببرم. میتونی؟ ببر. نمیبینم. نمیبینم. این چه رو عرضی؟ دکتر نمیدونم بالا تو اگه قوی بودی الان با شنیدن این حرفا رو پاش نمیریسید. من قبلش نشسته بودم. من رو هر جاش بخوام میتونم. برو. تو داری ثابت کردی چیه دیگه؟ برش یه وسط رقص نیا. آخه دیدم که یهو اینجوری کردی برای شاهین. منم رفتم اینجوری کردم. من اینجوری نکردم. دعوای دخترا نورمان دعوای دخترا. زبان فارسی اگه امتحان لیسنینگ داشت. نه یه ذره باحال شد. خوشتی اومدن یه همه خوشتی یه جا نیده بودم یه نفر فکر کنم جواب. ما پیام داریم اینجا. حتما چند تا سوال ازتون بپرسم. خیلی همچنین. آره. صداش انگار نفس هم میزنه. صداش انگار افکت گذاشته. اونجا افتاد رو معرفی کنه. باز علی یه چیزی میخوام بهت بگم. اینجا چی نوشته؟ چه ورقی این علیه؟ مادین اول گفت مادین من برم ریتاپ. اینجا پشت کتونی چی نوشته؟ مدین داداش یک کتونی اورجینال خریدی دیگه. ببین یک عمر داشتیم اشتباه تلفظ میکردیم. این مدینه. از متولد چندیه؟ 81. اوه چی؟ تو باید من بابایی صدا کنی. باید من بابایی صدا کنی. من 74. اوه الان که 64. خیلیه. من اکسم 64 بود. او اکس هم داشتی پس. نه تو خونه بودم در روم بسته بودم. اکس اینو نشته. اکسش متولد 64 بوده. 64 چند سال؟ 40 سال. 40 سال 43 سال. شیت. اکسم که نه دیگه شکرم. دیگه به نظرم پدرم. پدرم.
نگو که شاهینه. وای وای از همه بیشتر گریه کردی و عشقای طبیعی. علی کور. یا خدا. هی واتساپ، من علی ام از کرج اومدم. بله. من 13 سال توی خاک این کشور خاک خوردم. نوش جونت. خاک خوردم شدم ورزشکار تیم ملی، خاک خوردم شدم تتوکار ورزشکار دیگه، سالن آرایشگاه، همه کار رفته. منم خودمم. منم. بله شروع. از رو میز بیا پایین. چشم. اومدم پایین صاحب خونه. فکر کرده اینجا واقعا خونه پدرشه. من ورزشکار تیم ملی هستم. آخرین شاهین. کمپانی شاهین. خب دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. خیلی این برنامه‌ها چرت و پرت مثل عشق ابدی اینا رو نگاه نکنید. تو کامنت ها بنویسید که با علی دوست عزیزم ادامه بدیم یا دکمه‌شو بزنید. اینستا ما رو فالو کنید، کامنت بذارید، لایک کنید، هر کاری میکنید بکنید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار. اکشن خوبی نشون دادم یادم رفت. اکشنت خوب بود، دیالوگ نگفتی. دستم جیغ میزنه. دستم این تو بود. اون تو هر سولاخی نباید انگوش کنی توش که. چیزه چجوری انگوش کردی تو این؟ نه اینجوری داشتم فکر می‌کردم که خیلی مخلصیم. خدا نگهدار. اوف حاجی دمت بگی علی. آها این شد. بریم بس دیگه جمع کنید.